پرونده جنایی امروز از یه شهری شروع میشه به اسم فال بروک. این شهر جمعیت خیلی زیادی نداره و به خاطر همینم این پرونده توی اون شهر خیلی معروف شده بود. خب اجازه بدید من اولین نفری که توی این پرونده خیلی مهمه رو بهتون معرفی کنم. بریتنی تو سال 1990 توی میزوری به دنیا اومده بود. خود بریتنی از این دخترایی نبود که مثلا مثل بقیه باشه. یعنی ببینید بقیه بد نیستن ولی خب خود بریتنی اینجوری بود که واسه خودش خیلی چارچوب داشت. خانواده مذهبی نداشت اما خود بریتنی آدم مذهبی بود. یک شنبه و چهارشنبه همیشه میرفت کلیسا. مثل بقیه دخترها سیگار نمیکشید، مثل بقیه مشروب نمیخورد و کلا نمیشه گفت علاقه‌ای به مهمونی رفتن و این چیزا نداشت، ولی نمیرفت به خاطر اینکه حالا به خاطر اعتقاداتش و این چیزا این چارچوب واسه خودش نگه داشته بود که من قرار نیست مثل بقیه برم مهمونی، قرار نیست مثل بقیه از سن کم دوست پسر داشته باشم و خیلی کارهای دیگه. نظر خودتون رو حتما توی کامنت ها بهم بگین، ولی به نظر من شاید بعضی وقتا یه سری چیزا نیاز باشه، نه سیگار کشیدن و مشروب خوردن و مواد مصرف کردن، نه یه سری تفریحات واسه نوجوانا به نظرم همیشه نیازه. همیشه میرفت کلیسا، همیشه با کسایی رفت و آمد میکرد که خیلی درس خون بودن مثل خودش هم خیلی روی درساش تمرکز میکرد. دلش میخواست بعدها توی جامعهش یه فرد مفید باشه. وقتی که وارد سن 18 سالگی میشه، تقریبا اواسط دوره 18 سالگیش، یه روز توی کلیسا با یه پسری آشنا میشه به اسم کوری. خیلی پسر به نظر من جذابی نبود، ولی خب چشم بریتنی رو گرفته بود. اونا با هم دیگه خیلی سریع وارد رابطه میشن. این رابطهشون هم انقدر عمیق میشه که دلشون نمیخواست حتی بقیه در مورد رابطهشون چیزی بدونن، چون به نظر بریتنی اینکه با یه شخصی، با یه پسری رابطه داشته باشه اصلا چیز درستی نیست و زنا به حساب میاد. خیلی زود، یعنی توی 19 سالگی چند ماه بعد تصمیم میگیرن با هم دیگه ازدواج کنن. بذارید یه مقدار کوری رو بهتون معرفی کنم. کوری هم دقیقاً تو سال 1990 به دنیا اومده بود و دقیقاً هم سن خودش بود و خب کوری اینجوری بود که از سن کم به جای اینکه درس بخونه رفته بود دانشکده افسری توی نیروی دریایی کار میکرد و خیلی هم به کارش علاقه داشت. یه جورایی میشه گفت بین کارش و علاقش، یعنی کسی که دوستش داشت، کارش رو انتخاب میکرد. اما کوری واقعا پسر بدی نبود. اونم بچگی ساده‌ای داشت. اینطوری نبود که مثلا کسی رو اذیت کرده باشه یا مشکل ساز بوده باشه توی بچگیش یا خانواده‌اش بهش آسیب رسونده بودن و یه چیز دیگه. کوری مثل بریتنی اونقدر مذهبی شدید نبود. همینم یه جورایی باعث میشه که بینشون یه اختلاف کوچیکی ایجاد بشه. بلافاصله بعد از اینکه ازدواج میکنن خبر میرسه که کوری به خاطر کارش اعزام شده به کالیفرنیا و باید بره اونجا. از اونجا که این دو نفر خیلی همدیگر رو دوست داشتن و دلشون نمیخواست که ارتباطشون دورا دور باشه و مثلا مسافت زیادی بینشون باشه، تصمیم میگیره همراه کوری به کالیفرنیا بره و اونجا باهاش زندگی کنه. اونجا یه دونه خونه بگیرن، اونجا زندگی کنن تا دیگه بینشون فاصله خیلی زیادی نباشه. ولی خب میدونید اونا تازه ازدواج کرده بودن، حدوداً 1 ماه بود ازدواج کرده بودن، کمتر از 1 سال بود که همدیگر رو میشناختن و بعدش ازدواج کرده بودن و قطعاً نقل مکان کردن به یه شهر دیگه، یعنی به اون سر دنیا، اون سر کشور یا هر جای دیگه ای، با شخصی که زیاد نمیشناسیش، با شخصی که شاید اونقدر رابطتون عمیق نشده، خیلی ایده مناسبی نیست. اصلا رابطه این دو نفر توی اون شهر جدید و توی ازدواجشون خوب پیش نمیره. مدام با هم دیگه دعوا داشتن. چرا؟ چون کوری همونطور که بهتون گفتم خیلی علاقه داشت به کارش. اینجوری بود که اگر بهش میگفتن بین زنت و کارت یکی رو انتخاب کن، اون کارش رو انتخاب میکرد و اساساً تمام روز یا توی پایگاه بود یا انقدر خسته بود که توی پایگاه میخوابید، یا اگرم میومد خونه فقط میخوابید، کار دیگه ای نمیکرد. و طبیعتاً این چیزی نبود که بریتنی ازش انتظار داشت. بریتنی جوان بود، یعنی در واقع نوجوان به حساب میومد دیگه، نوجوان بود. دلش هیجان میخواست توی رابطهشون، یه رابطه خیلی روتین اصلا براش جالب نبود و از اونجایی که همسر یه ارتشی بود نمیتونست حتی از خونه بره بیرون، چون همش زیر نظر بود، همش زیر ذره بین بود. واسه همینم بود که مدام با هم دیگه دعوا میکردن، همش توی بحث بودن و خب دیگه بریتنی خسته شده بود، احساس میکرد باید این رابطه رو تموم کنه. از اونجایی که بریتنی خیلی آدم مذهبی بود و توی نوجوانیش کارهایی که باید انجام میداد و انجام نداده بود، هنوز چشماش گرسنه بودن، هنوز مغزش گرسنه بود، هنوز دلش میخواست
خیلی چیزا رو تجربه کنه، چیزایی که میدید بقیه دارن تجربه میکنن، بقیه دوستاش همسن و سالاش دارن با اون کارا لذت میبرن، ولی بریتنی نمیتونست این کارا انجام بده، چون که حالا قبلا خیلی آدم مذهبی بود و الان که حدوداً 22 سالش بود شوهر داشت. به خاطر شوهرش نمیتونست این کارا رو بکنه و تصمیم میگیره به خاطر اینکه بتونه بره پارتی، بره این ور اون ور، یا مثلا با یه شخصی وارد رابطه بشه که یه زندگی پرهیجان تر بهش بده، رابطه پرهیجان تری بهش بده، از همسرش جدا بشه، یعنی از کوری جدا بشه. اون هم زمانی که کوری واسه یه مأموریت رفته بود افغانستان و اونجا مستقر شده بود، یعنی چند وقتی بود، خیلی وقت بود که بریتنی رو ندیده بود. بریتنی هم خب دیگه واقعا میگه آقا من به اینجام رسیده، به اینجام نه، به اینجام رسیده دیگه، من نمیخوام توی این رابطه بمونم و درخواست طلاق میده. و از اونجایی هم که کوری کلا توی کشور نبود، طلاقش یه مقدار طول میکشه. بریتنی از اون طرف هم یه بلیت هواپیما گرفته بود تا برگرده پیش خانواده خودش. این بلیت هواپیما واسه 17 آپریل سال 2012 رزرو شده بود. قبل از اینکه کوری از مأموریت برگرده تمام وسایلاشو جمع کنه و وسایلای خودش، وسایلی که مال خودش بودن و از اونجا خارج کنه که دیگه نیاز نباشه برگرده دوباره ببینتش، حالا خامش بشه یا هر چیز دیگه‌ای، دیگه دلش نمیخواست ببینتش. 17 آوریل میرسه. خانواده‌اش هیچ خبری ازش نداشتن. بریتنی با هیچ کس تماس نگرفته بود، حتی نرسیده بود پیششون و هر چقدر که بهش زنگ می‌زدن و پیام میدادن جواب نمیداد. خانواده‌اش گفتن خب احتمالاً توی فرودگاه یه اتفاقی افتاده، گیر کرده، چه میدونم حالا گوشیش شارژ نداره یا هر چیز دیگه‌ای، بعد یکم بیشتر منتظر بمونیم. بعد از چند ساعت وقتی میبینن نه واقعا هیچ خبری ازش نیست، با میشن میرن فرودگاه و میبینن که پروازش حرکت، یعنی پرواز کرده ولی بریتنی سوار اون پرواز نشده، سوار اون هواپیما اون روز نشده بود. و حالا چه اتفاقی واسه بریتنی افتاده بود؟ بریتنی واقعا کجا بود؟ فردای اون روز یه تماس تلفنی با مادر بریتنی گرفته شد، یعنی از گوشی بریتنی یه تماس تلفنی با مادرش گرفته شد که وقتی مادرش جواب میده صدای یه مرد رو میشنوه. مادرش میگه الو شما، چرا مردی هستن؟ تلفن دختر من پیش شما چی کار میکنه؟ اون شخص میگه من توی جاده داشتم رد میشدم و دیدم یه تلفن افتاد زمین، اون تلفن رو برداشتم و با آخرین شخصی که تماس گرفتم که میبینم شماره شما، سال من نمیدونم شما کین. مادر بریتنی میگه میشه لطفا این گوشی رو تحویل پلیس بدی؟ من دخترم رو گم کردم و این تلفن اونه، این کارو انجام بده تا من ببینم که آقا میتونم دخترمو پیدا کنم یا نه، اصلا چرا گوشیش اونجا افتاده. اون شخص تلفن بریتنی رو به پلیس تحویل میده و وقتی که پلیس تلفنش رو میگیره تایید میکنه که آره این تلفن بریتنیه. تلفن بریتنی خیلی دورتر و بیرون فالبروک پیدا شده بود، یعنی هر جایی که بریتنی رفته بود و گوشیشو اونجا جا گذاشته بود یا انداخته بود، جایی بود که انگار بریتنی میخواسته از اون شهر بره، میخواسته از اون شهر فرار کنه یا هر چیز دیگه ای. پلیس وقتی که آخرین تماساشو، آخرین تکستاشو و همه چیزشو چک میکنه میفهمه که بریتنی آخرین بار با یه شخصی در ارتباط بوده که میخواسته باش قرار شام بذاره. قرار بود با هم دیگه برن شام بیرون شهر، نه توی خود شهر، یه جای خیلی قشنگ و اون شخص یه مردی بود که قراره در ادامه پرونده بهتون معرفیش کنم. واقعا آدم جالبیه. شخصی که اون شب بریتنی باش قرار داشت یه مردی بود به اسم لویی تفنگدار نیروی دریایی بود، تقریبا همکار شوهرش بود و خب اینا با هم دیگه قرار گذاشته بودن و پلیس اولین کاری که میکنه، یعنی اولین مظنونش لویی بود، میره با لویی صحبت میکنه، بهش میگه خب اون شب چه خبر بوده، اون شب چه اتفاقی افتاده. لویی اولین چیزی که میگه ما قرار بود با هم دیگه بریم شام، یه شام دریایی، یعنی یه شام رمانتیک توی قایق، اما اون شب خیلی دیر رسیدیم، یه مقدار تاب خوردیم و وقتی که رسیدیم دم قایق یه ذره دیر بود، قایق رفته بود و من دیگه گفتم خب دیگه فایده ای نداره، واسه همینم بردمش دم یه مرکز خرید و اونجا بهش گفتم چند لحظه منتظر بمون، من میرم یه چیزی بخرم و بیام. اما وقتی که برگشتم دیدم اون دم مرکز خرید نیست، مثل اینکه رفته بود. حالا نمیدونم از من ناراحت شده بود، با شخص دیگه ای قرار داشت، نمیدونم، احتمالاً یه قرار دوم داشته و میخواسته به قرار دومش برسه. اما خودتون در نظر داشته باشید همچین چیزی واقعا مسخره است. آخه طرف شوهر داره، هنوز از شوهرش جدا نشده، با تو قرار گذاشته، بعد با تو که قرار گذاشته همون روز با یه نفر دیگه هم قرار گذاشته. مگه میشه؟ مگه بچه هستم مرکز خرید ولش کنی خودش بره، نمیدونم فرار کنی یا گمش کنی؟ من که اسباب بازیه، قطعا
چیزی که میگه رو پلیس هم باور نمیکنن. پلیس به لویی میگه خب چرا وقتی که دیدی نیستش باش تماس نگرفتی، بهش پیام ندادی؟ چون خب گوشیش دستشون بود، یعنی گوشی بریدنی دستشون بود، میدیدن این شخص اصلا نه بهش زنگ زده نه بهش پیام داده. چه غلطی کرده؟ اگه مطمئن بوده که این رفته چرا بهش زنگ نزده؟ اون برمیگرده میگه که خب همون دیگه، من فکر کنم با کسی دیگه ای رفته واسه هم کلا باش تماس نگرفتم. اوکی. حالا اینجای پرونده بذارید من لویی رو یه جورایی بهتون معرفی کنم. حالا بذارید یکم در مورد لویی بهتون بگم، یه مقدار بهتون معرفیش کنم و ببینید که دقیقاً چه آدمیه. لویی یه تفنگدار نیروی دریایی بوده که 45 سالش بود. نیروی دریایی داشت خدمت میکرد، همسر داشت. توی اون 16 سال با همسرش و دختر 13 سالش توی پایگاه زندگی میکرده. یعنی یه خونه هم واسه خودشون نداشتن. البته که داشتن ولی جلوتر میفهمید خانواده‌شو توی اون خونه نمیبرده. همسرش به تازگی میخواسته ازش جدا بشه به خاطر اینکه لویی مدام بهش خیانت میکرده، با این و اون بوده و در کل آدمی نبوده که با همسر خودش، یعنی به همسر خودش قانع باشه. یه چیزی یادم رفتتون بگم، همسرش فکر میکرده که لویی چند بار بهش خیانت کرده، نمیدونسته که لویی بارها بهش خیانت کرده. حالا باز جلوتر یه ذره بهتون توضیح میدم. لویی توی مصاحبه مدام، یعنی در واقع توی بازجویی مدام سعی میکرد رابطه خودش و بریدنی و یه رابطه کم اهمیت جلوه بده. مثلا اینطوری باشه که اوکی ما زیاد با هم دیگه اوکی نبودیم، دوستای معمولی بودیم، تصمیم گرفتیم اون شب قرار بذاریم بریم بیرون یه شام بخوریم چون اون حوصله‌اش سر رفته بود. اما ما میدونیم که لویی کاملا تلاششو کرده بود که مخ بریدنی رو بزنه. یعنی بریدنی اصلا قبول نکرده بود این کارو بکنه. کلا بریدنی همونطور که بهتون گفتم با اینکه دلش میخواست بره پارتی، دلش میخواست مثل بقیه باشه، ولی بازم مثل بقیه نبود. اون بازم همون آدم مذهبی بود که قبلا بوده. بازم میگفته که آقا من نمیتونم با تو قرار بذارم، چرا باید با یه شخص غریبه، یه شخص جدید قرار بذارم زمانی که هنوز از همسرم جدا نشدم؟ نمیخوام با کسی وارد رابطه بشم، اصلا آمادگیشو ندارم که بخوام وارد رابطه بشم و دلم میخواد اول جدا بشم از همسرم بعد به یه نفر دیگه ای فکر کنم، چون اینجوری واسه من یه حس خیانت خیلی بدی ایجاد میکنه و حالمو بد میکنه. لویی بیخیال نمیشد، چندین بار بهش سر زده بود، بهش گفته بود باشه با من قرار بذار، اگر با من قرار بذاری من کمکت میکنم وسیلهاتو جمع کنی، وسیلهاتو زودتر از موعد جمع کنی. میگه اوکی باشه، اگر با من قرار نمیذاری، یعنی اگر با من قرار بذاری من 5 تا از دوستام که توی نیروی دریایی رو میارم، اونا بهت کمک میکنن که زودتر وسیلهاتو جمع کنی. یعنی اگه اونا بیان خیلی زودتر میتونی این کارا رو انجام بدی. بریدنی اینجا سعی میکنه به اون حرفی، یعنی به اون پیشنهادی که داده بود فکر کنه، چون که اگر میخواست کسایی رو استخدام کنه که وسیله‌اشو جمع کنن و باربری و این چیزا بگیره، هزینه‌اش خیلی بالا بود و خب در توانش نبود این هزینه ها رو بده و پیشنهادی که لویی بهش داده بود یه پیشنهاد سخاوتمندانه بود. اون با دوستش مشورت کرده بود، دوستش بهش گفته بود اوکی باش قرار بذار دیگه، اگر باش قرار بذاری این پیشنهادو میتونی خب قبول کردی دیگه، یعنی اونا میان بهت کمک میکنن، حالا اگر خوشت اومد خب باش قرار میذاری، اگر خوشت نیومدم که کلا رابطه‌تو باش تموم میکنی دیگه. نهایتش اینه که یه قرار میذاری، یه جای قشنگ میری، یه شام خوشمزه میخوری، از اون طرفم به چیزی که میخوای میرسی دیگه، ضرری که نداره، اوکی برو. واسه همینم بود که بریدنی اون قرار رو قبول کرده بود. اما یه چیز دارکی در مورد لویی وجود داشت که بریدنی اون موقع نمیدونست. لویی عاشق رابطه BDSM و رول پلینگ بود. این رابطه به خودی خود شاید خیلی خطرناک نباشه، اما یه فیتیش جنسیه و میتونه چیز خطرناکی باشه. لویی اینطوری بود که به شدت داشته، به شدت از آزار دادن بقیه خوشش میومده و نگم براتون که چی کار میکرده و چطوری به همسرش خیانت میکرده. یادتونه گفتم جلوتر میگم که چی کار میکرده، چجوری به همسرش خیانت میکرده. خب قراره اینجا واسهتون توضیحش بدم. ببینید کلا لویی اینجوری بود که یه نفر رو انقدر رو کتک میزد توی اون رابطه جنسی خشنشون که طرف بیهوش میشد. اینو از اونجایی میگم که توی کامپیوتر شخصیش یه سری فیلم پیدا کردن. وقتی کامپیوترش رو مصادره کردن یه سری فیلم پیدا کردن که توی اون فیلم‌ها در واقع داشته از رابطه جنسی خودش
و رابطه جنسی یه شخص دیگه‌ای یعنی داشته فیلم میگرفته، یعنی فیلم گرفته و توی کامپیوتر خودش نگه داشته. یه فیلم دیگه هم بود که یه خانومی رو داشته کتک میزده و خانم همینجوری داشته التماس میکرده، گریه میکرده، التماس میکرده که بس کنه، ولی لویی این کارو نمیکنه و انقدر کتکش میزنه که طرف بیهوش میشه. بعد از اینکه بیهوش میشه بازم کتکش میزنه. یعنی در کل ببینید توی این رابطه ها تا جایی که من تحقیق کردم اون شخص، یعنی اون شخصی که دامه، اون شخصی که حالا و به اون یکی شخص مقابل داره آسیب میرسونه، آزار میرسونه، یه جورایی یک جایی بس میکنه، یه جایی بیخیال میشه، آسیب واقعا بد به طرف نمیرسونه. ولی توی این پرونده لویی بیخیال نمیشد، یعنی اصلا نمیدونست کجا باید بس کنه. اونقدر اون حس خشونتش زیاد بود که حتی ممکن بود طرف رو به قتل برسونه. و همونطور که بهتون گفتم میزان خیانتش خیلی بیشتر از چیزی بود که همسرش میدونست، چون که لویی 16 سال خانواده خودش رو توی پایگاه نگه میداشت، اما با دوست دخترش دوروتی یه دونه خونه داشتن. توی اون خونه افراد مختلف رو میبردن، باشون رابطه جنسی برقرار میکردن، رابطه جنسی خشن برقرار میکردن و البته اینم بهتون بگم اکثر اون افرادی که این کارو باشون میکردن به رضایت خودشون بود. و آماده این سورپرایز بشین؟ این دو نفر یعنی دوروتی و لویی یه دوست دختر داشتن. البته دوست دختر نمیشه بهش گفت، یه برده جنسی داشتن که از این افرادی بود که احساس میکرد باید کل زندگیشو در اختیار این دو نفر بذاره، کل زندگیشو در اختیار اربابانش بذاره، توی قفس نگهداری بشه، بدترین بلاها سرش بیاد و کلا خودشو کاملا سپرده بود دست این دو نفر. توی کمد نگهش می‌داشتن، توی مثلا وقتی میرفتن بیرون میذاشتنش توی صندوق عقب، هر کاری که بگین باهاش میکردن و اون لذت میبرد. برده جنسی این دو نفر اسمش جنیفر بود که مثل فیلم 50 Shades of Grey مجبورش کرده بودن باهاشون یه قرارداد امضا کنه. توی اون قرارداد خودش ذکر کرده بود، با خط خودش نوشته بود، امضا کرده بود، اثر انگشت زده بود، هر کاری که بگین کرده بود و رضایت داده بود که این کار رو باش انجام بدن. ولی خب کارهایی که باش میکردن نمیدونم حالا لذت میبرد یا نه. حالا من میگم لذت میبرده، ولی خودش هم یه جورایی گفته لذت میبردم، ولی نمیدونم از همشون لذت میبرد یا نه، چون 24 ساعته مجبور بوده قلاده ببنده گردنش، مثل یه پت توی خونه 4 دست و پا را بره، مجبور بود مدفوع بخوره، مجبور بود غذای سگ بخوره و آره بدترین رفتار رو باهاش میکردن. شاید اون شخص مثلا خودش رو در اختیارشون گذاشته بود که یه سری کارهای بد و تحقیرآمیز باش انجام بدن، ولی خب دیگه نگفته بود بکشینم. زندگی که دوروتی و جنیفر داشتن واسهشون یه لایف استایل بود، زندگیشون بود، سبک زندگیشون بود، کلا اینجوری زندگی میکردن و همیشه توی اون خونه بودن. اما واسه لو این قضیه یه جورایی فان بود، کلا بعضی وقتا میرفت اونجا، آخر هفته یا چند روز در هفته اونجا بود، همیشه اونجا ساکن نبود. اینطور بهتون بگم آشنا شدن بریتنی و لو اینجوری بود که خب دوروتی با بریتنی دوست شده بود از اونجایی که توی یه شهر زندگی میکردن و اینا با همدیگه رفت و آمد داشتن. یه روز که بریتنی میره خونه دوروتی، اون روز لو هم اومده بود به خونه. لو بریتنی رو میبینه، باش آشنا میشه. خب بریتنی خیلی بامزه بود، خیلی باهوش بود، خیلی همیشه خوشحال بود، میگفت، میخندید و چیزی بود که قطعا لو میتونست عاشقش بشه و همین اتفاق افتاد. خیلی زود عاشقش شد. وقتی هم که لو به بریتنی میگه بیا با هم دیگه بریم بیرون، بریتنی یه دونه پیام به دوروتی میده، بهش میگه دوست پسرت به من گفته بیا بریم بیرون، تو مشکلی نداری؟ دوروتی بهش میگه نه بابا چه اشکال داره، هر کار دوست داری بکن، باش برو بیرون، باش سکس داشته باش، من مشکلی ندارم. ببین ما رابطمون کلا اوپن ریلیشنشیپه، ما با هم دیگه اوکی، من دوست پسرای خودمون دارم، اون دوست دخترای خودشو داره و در کل در کنار هم دیگه فانی، همه چی فانه، زندگی میکنیم دیگه، اوکی. واسه همینم بود که بریتنی قبول کرده بود با لو بره بیرون، چون از قبل میشناختش. از اون طرف رفیق شوهرش هم بود، ولی خب رفیق خیلی دور بودن. هرچند که دوروتی خیلی به بریتنی حسودیش میشد، چون میدید که لو خیلی به بریتنی توجه میکنه، خیلی باهاش خوبه، خیلی بهش نزدیکه و این باعث میشد خیلی بهش حسادت کنه. حتی یه بار بهش زنگ زده بود، در مورد بیماری مقاربتی که گرفته بود باهاش صحبت کرده بود که یه وقت بریتنی با لو رابطه جنسی برقرار نکنه و مثلا از این بترسه که یه وقت اون بیماری رو نگیره. وقتی که پلیس یه مقدار بیشتر تحقیق میکنه متوجه میشه که
گوشی بریتنی توی اون ساعتی که رفته بودن بیرون، هم گوشی بریتنی هم گوشی لو اصلا از اون شهر خارج نشده بودن، یعنی به سمت اون کشتی که میگفتن نرفته بودن و تمام اون مدت توی فالبروک بودن. چند ساعت بعد بود، یعنی فردای اون روز بود که گوشی بریتنی از فالبروک خارج شده بود و این نشون میداد که اون شب واقعا با همدیگه قرار گذاشته بودن و چیزی که داره میگه، چیزی که لو میگه در واقع اشتباه چرت و پرت بزرگه. پلیسا به لو میگن حقیقتو بگو، ما میدونیم تو چی کار کردی، میخوایم از زبون خودت بشنویم. لو تصمیم میگیره یه مقداری از حقیقتو بگه، همون لویی، من بهش میگم لو. تصمیم میگیره کامل حقیقتو نگه، یه بخشی از حقیقتو بگه. بخشی از حقیقت این بود که اوکی، من اون روز رفتم کمکش تا وسیله‌اشو جمع کنه و اونجا بهش گفتم آقا اگه میخوای من چند نفر رو بیارم کمکت تو باید با من بیای شام. اون قبول نکرد، یه مقدار تفره رفت، گفت من شوهر دارم و این چیزا، اما بعد از یه چند دقیقه دیگه قبول کرد این حرفو. بریتنی آماده شده بود، آرایش کرده بود، لباساشو پوشیده بود و حس خیلی خوبی داشت. اما زمانی که از خونه اومده بود بیرون و سوار ماشین لویی شده بود، اینجا از زبون دوستشه، از زبون همون دوست بریتنی که بهش مشاوره داده بود. وقتی که از خونه اومد بیرون برای دوستش تکست فرستاده بود که من سوار ماشین شدم. بعد از چند دقیقه یه مقدار که میگذره مثل اینکه بریتنی یه احساس بدی پیدا میکنه. معلوم نیست چه اتفاقی میفته ولی یه احساس خیلی بدی پیدا میکنه و برای دوستش مینویسه help، بهش میگه کمک. هیچ چیز دیگه هم پایین یا بالای اون پیام نمینویسه و همین باعث میشه که دوستش خیلی نگران بشه. چندین بار باش تماس میگیره، چندین بار بهش پیام میده ولی اون جواب نمیده، تا اینکه حدوداً یه نیم ساعت 40 دقیقه بعد بریتنی بهش پیام میده، میگه اون لحظه یه مقدار ترسیده بودم، حس خوبی نداشتم، واسه همینم این پیامو بهت دادم، میخواستم پایینش بنویسم کمک، من از این یارو خوشم نمیاد یا کنارش الان احساس خوبی ندارم، ولی خب بعد که رسیدیم وقت نکردم بهت پیام بدم، احساس کردم که همه چی اوکیه و خب دیگه الان مشکلی نیست. ببینید زنگ نزده بود بهش، فقط بهش تکست داده بود، پیام داده بود بهش و این پیامو هر کسی میتونست بنویسه. از زبون خود لویی گفته بود که آره همچین اتفاقی افتاد. من وقتی که سوار ماشین شد بهش گفتم قرار نیست بریم شام بخوریم، قراره بریم به خونه من و دوروتی و اونجا با هم دیگه وقت بگذرونیم. اما بریتنی از این مسئله اصلا خوشش نیامد، دلش می‌خواست همون لحظه پیاده بشه، یعنی سعی کرد پیاده بشه اما من بهش اجازه ندادم، چون که خب قرار بود با هم دیگه خوش بگذرونیم، قرار نبود که ببرم اونجا شکنجهش بدم. دقیقاً فردای همون روزم بود که بریتنی دیگه پرواز داشت و جواب هیچ کس رو نداده بود. پلیس وقتی که این جدول زمانی رو با هم دیگه مقایسه میکنه، حرفای این احمق رو میشنوه، حرفای دوستش رو میشنوه و کلا همه چی سر هم دیگه میذاره، تصمیم میگیره حکم تفتیش ماشین لویی رو بگیره. وقتی که ماشینش رو میگردن متوجه میشن که صندلی ماشینش یه مقدار چند تا لکه خون داشته و چند تا دستکش هم بوده که لکه خون روشون بوده. لکه‌های خون مثلا میگم نه خون پاشیده باشه، چند تا لکه خون خیلی کم. و وقتی که آزمایشش میکنن متوجه میشن که این لکه‌های خون مربوط به بریتنیه. یه دونه تفنگ هم پیدا میکنن، یه تفنگ شوکر بوده که روی اونم دی ان ای بریتنی پیدا شد. در کل این چیزی نبود که پلیس دنبالش بود، پلیس میخواست ببینه که اون روز چه اتفاقی افتاده، پس تصمیم میگیره حکم تفتیش خونه‌شون رو هم بگیره. وقتی که میرن توی خونه‌اش میخوان با دورتی و جنیفر صحبت کنن اما نمیتونن با اونا صحبت کنن چون اونا فرار کرده بودن از خونه و تمام وسیله‌های ضروریشون مثل پاسپورت، پول، همه این چیزا رو هم با خودشون برده بودن. واسه همینم پلیس یه آگهی تحت تعقیب براشون میزنه توی اخبار و میگه که اگر این افراد رو دیدین، اگر این 2 دختر رو دیدین، خیلی سریع به ما اطلاع بدین. این 2 نفر مظنون به قتل هستن. فردای اون روز یه نفر با پلیس تماس میگیره، یه نفر که توی هتل کار میکرده، قسم میخوره که من جنیفر یا احتمالاً دوروتی رو دیدم، اون توی این هتل اقامت گرفته و خب بیاد ببینیدش دیگه. اگر خودتون دقت کرده باشید دوروتی و جنیفر خیلی شبیه به هم دیگن، خیلی شبیه همن. پلیس خیلی سریع خودش رو به اونجا میرسونه، اما وقتی که میرسن اونجا جنیفر رو توی یه حالتی پیدا میکنن که بدنش کاملا پر از خون بود، چون پر از بریدگی بوده، انگار میخواسته خودش رو از بین ببره ولی هیچ بریدگی سمت مچ دستش نبوده. حالا باز معلوم نبود دقیقاً چه اتفاقی واسش افتاده ولی غرق در خون بود، هنوز نفس میکشید، هنوز زنده بود اما غرق در خون بود و نزدیک بود که دیگه جونش رو از دست بده.
وقتی که کل اتاقو میگردن توی وان حموم 8 تا برگه پیدا میکنن که چسبیده شده بود به وان حموم و نوشته بود اینو بخونین. توی اون 8 تا برگه لحظات پایانی بریتنی نوشته شده بود، اتفاقی که برای بریتنی افتاده. 8 تا برگه‌ای که اونجا چسبونده شده بود، همه اون 8 تا برگه تمام توضیحات توی اون 8 تا برگه آنلاین نشد. یعنی تمام اون توضیحات رو نیومدن در برابر عموم بذارن که بقیه بتونن استفاده کنن یا مثلا ببینن که واقعا چه اتفاقی افتاده. اما چیزی که توضیح دادن از اتفاقی که اون شب افتاده بود این بود که بریتنی اون شب اومده بود بیرون تا برن شام بخورن، اما نرفته بودن شام بخورن تا جایی که بهتون گفتم همین بود دیگه. بریتنی به لویی گفته بود من نمیخوام بیام خونه دوروتی، من میدونم شما دوتا با هم دیگه درگیر دارین، با هم دیگه خیلی ارتباط خوبی ندارین در حال حاضر، نمیخوام بینتون قرار بگیرم، شاید دوروتی احساس بدی پیدا کنه. اما لویی بهش گفته بود تو چه بخوای چه نخوای امروز با من میای خونه دوروتی، تو نمیتونی اینجا تصمیم بگیری، تصمیم گیرنده منم. و همونجا بود که سری با جنیفر و دورتی تماس گرفته بود، بهشون گفته بود که همه چیزو آماده کنین، من یه دختر جدید آوردم، اون کی میتونه باشه جز بریتنی. اونا بریتنی رو برده بودن داخل، اونجا از شوکر استفاده کرده بودن تا بیهوشش کنن، بعد کلی شکنجهش داده بودن به بدترین شکل ممکن، تمام بدنش رو تیکه تیکه کرده بودن، اینطوری بهتون بگم. اما بازم میگم کامل تمام اون تیکه تیکه کردن بدنش فاش نشد، در دسترس عموم بود، در دسترس عموم قرار داده نشد و خب منم نمیتونم براتون توضیح بدمش، وگرنه منو میشناسید دیگه، من میشینم توضیح میدم دیگه. حالا اگر دوست نداشتین میگم آقا این تیکه رو رد کنین دیگه، ولی خب نگفتم من نمیتونم توضیح بدم. ولی در نهایت بعد از اینکه بهش تجاوز جنسی کرده بودن هر 3 نفرشون، یعنی تجاوز جنسی گروهی بهش کرده بودن، بعد از اینکه کلی شکنجه شده بودن، بعد از اینکه واقعا نابودش کرده بودن، اونو خفش کرده بودن و هر 3 نفرشون برده بودن توی یه دریاچه اون نزدیک انداخته بودنش و همین میشه که جسدش پیدا میشه، چون توی اون نامه ها نوشته بود که جسدش رو کجا انداختن. جسد بریتنی رو از داخل آب میکشن بیرون، میبرنش کالبد چکاپیش میکنن، پزشک قانونی روش کار میکنه و متوجه میشن که وقتی زنده بوده یه نفر میخواسته بدنش رو از همدیگه جدا کنه، میخواسته مفصلاش رو ببره، چون جاهای بریدگی خیلی عمیقی روی بدنش بود. چندین بار مشخص بود که چندین بار خفه شده، چون رگای قسمت گردنش یه جورایی مسدود شده بودن، فشار له شده بودن، یه همچین چیزی، انگار با فشار خیلی زیادی خفه شده بود. با تمام وسیله های رابطه جنسی خیلی خشن، همون BDSM، باهاش رابطه جنسی برقرار کرده بودن. چطور بهتون بگم؟ نمیشه بگم، واقعا اینو نمیشه بگم، این توی پرونده نیست، اینو میخواستم خودم بگم. حالا به هر حال هر کار که میتونستن باهاش انجام داده بودن و هر چقدر که میخواستن بهش درد داده بودن. یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، اون روز در واقع روزی که بریتنی رو دزدیدن، روزی که در واقع لویی بریتنی رو دزدیده بود، روز تولد دوروتی بود و احتمالاً بریتنی رو به عنوان کادوی تولد بهش داده بود. کلا میدونین کسایی که لایف استایلشون رابطه خشنه، بعد از یه مدت خب براشون عادی میشه دیگه، همه چیز رو تجربه کردن، فقط قتل رو تجربه نکرده بودن، فقط رابطه جنسی انقدر خشن رو تجربه نکرده بودن و احتمالاً این چیزی بود که لویی اون روز اینو به دوروتی هدیه داده بود، یه هیجان خیلی خیلی زیاد. خب حالا برگردیم سر جنیفر که چه اتفاقی واسه جنیفر افتاده بود. جنیفر به بیمارستان منتقل میشه و وقتی دوربینای امنیتی رو چک میکنن متوجه میشن که دوروتی حدوداً 10 دقیقه قبل از اینکه پلیسا برسن از اون هتل زده بوده بیرون و در واقع یعنی اینکه تمام اون بریدگی‌ها رو دوروتی روی بدن جنیفر ایجاد کرده بود، بعدش هم اونجا ولش کرده بود، اون نامه 8 صفحه‌ای رو هم مجبورش کرده بود بنویسه واسه اینکه همه چی گردن خودش بیفته. حالا پلیس تمام پازلایی که بودن رو به هم چسبونده بود و یه چیزی متوجه شده بود که انگار دوروتی تمام این کنترل دستش بوده، انگار ارباب همه اینا دوروتی بوده، چون توی خونش هم کلی قوانین گذاشته بود، حتی دستمال توالتی که اونجا گذاشته بود زیرش یه عالمه قوانین نوشته بود که بدون اجازه من نباید از دستمال توالت استفاده کنین، نمیدونم اینجا نباید این کارو بکنین، از سینک استفاده نکنین، از دوروتی اجازه بگیرین و این چیزا. میدونین
آدم خیلی کنترلگری بود دوروتی. و بعد از اینکه پلیس سعی میکنه دوروتی رو ردیابی کنه، متوجه میشن که دوروتی در واقع توی یه شهر کوچیک توی ویرجینیاه. پلیس باهاش تماس میگیره و سعی میکنه برش گردونه به همون شهر خودشون تا بتونن بازداشتش کنن، تا بتونن محاکمش کنن. اما دوروتی خیلی پررو بوده دیگه، همونطور که میدونی اعتماد به نفس خیلی زیادی هم داشتن ایشون. نظر در مورد اعتماد به نفسش ندارم، ولی از اونجایی که خیلی اعتماد به نفسش بالا بود برمیگرده میگه شما هیچی در مورد من ندارید، هیچ مدرکی در مورد من ندارید. هر کاری هم که کردن لویی انجام داده با جنیفر، من هیچ کاره بودم، مدرکی بر علیه من ندارید، واسه همینم من بر نمیگردم، من همینجا جام خوبه. در نهایت با اینکه دوروتی خیلی پررو بود برمیگرده میگه من نمیخوام برگردم به کالیفرنیا، من هیچ کاری نکردم، شما نمیتونید منو دستگیر کنید. بالاخره پیداش میکنن، توی یه هتل بوده و دستگیرش میکنن. ای جانم. هر 3 نفرشون رو با هم دیگه محاکمه میکنن، 3 نفرشون رو توی یک دادگاه میبرن و توی دادگاه کلا جنگ شده بود. اینجوری شده بود که اون میگفت کار تو بوده، اون میگفت کار ای بوده و در کل دوتاشون با هم دیگه دست به یکی کرده بودن، میگفتن کار جنیفر بوده، کسی که قلاده سگ میبسته، کسی که پیپی میخورده، کسی که مجبور بوده صبح تا شب 4 دست و پا را بره. مگه میشه یه نفر بدونه، یعنی اون یه نفر بدون اجازه این دوتا اون کار رو انجام بده؟ و خب ما اینا رو از کجا میدونیم؟ از اون جایی که از اکثر این اتفاقا فیلم گرفته بودن و البته اون قولنامه‌ای که ازش گرفته بودن اونم موجود بوده و خب ما میدونیم که این برده اونا بوده، اونا برده این نبودن که. از اون طرف هم دوروتی میگفته نه من این کار نکردم، همه این کارا کار لویی بوده. بعد لویی میگفته نه من بیرون بودم اومدم دیدم این دوتا خفش کردن کشتنش، من فقط بردم قایمش کردم، بردم انداختمش توی دریاچه. اون میگفت این. هر کدومشون سعی میکردن اون یکی رو مجرم جلوه بدن تا اینکه فکر میکنم خوشحال بشین اگر بفهمید که هر 3 نفر اینا به حبس ابد محکوم میشن و الان دارن حبس ابدشون رو میگذرونن. البته که دوروتی هنوز احساس میکنه که هیچ مشکلی نداشته، تا الان اشتباهی بردن گذاشتنش توی زندان. البته ایشون شاعرم شده، کلی شعر بر وصف خودش، بر وصف بیگناهی خودش نوشته که اگه براتون بخونم خونتون به جوش میاد و این پرونده خیلی طولانی میشه، پس نمیخونم. شاید توی کپشن براتون، یعنی توی دیسکریپشن براتون نوشتمش که ببینید که چه آدم جالبیه. خیلی آدم جالبیه. مرسی که تا اینجای پرونده همراه من بودید، خیلی دوستتون دارم. بای بای.